سریع ترین راه پول در آوردن توی جی تی آفلاین ترید کردنه و واسه این کار باید بری سراغ کرکتری که بیشتر از همه توش پول داری. میتونه ترور بشه، مایکل یا فرانکلین، و برای من مایکل از همه پولدارتر بود. سر همین قضیه رفتم داخل خونش کنار تخت وایسادم و گوشی موبایلمو در آوردم و رفتم توی قسمت مانی اند سرویس و توی قسمت ICN که بورسی هستش، میرم داخلش و میرم توی قسمت مارکت. توی اینجا پرایس موومنت رو میزنم، دوباره روش کلیک میکنم و گزینه‌ای که بیشتر از همه سود داده رو میرم خریداری میکنم. هر چقدر پول دارم خریداری میکنم، اما یادتون باشه قبلش حتما یه سیوی از بازیتون بگیرید. و بعدش از گوشی میام بیرون و میرم سراغ تخت و شروع میکنم خوابیدن، فقط واسه اینکه زمان داخل بازی بگذره. اما بازی رو سیو نمیکنم چون یک بار قبل از اینکه خریداری کنم سیو کردم بازی رو و الان بیدار میشم و گوشی موبایلمو در میارم و میرم داخل برنامه و ببینم که الان توی قسمت بورس من گرفتم سود کردم یا نه. بله، میبینیم که 1.82% سود کردم و میتونم بفروشم یا نه. بگیرم همین الان که سود کردم داخل گوشی موبایلم، بازی رو سیو کنم توی این لحظه و بعد برم دوباره روی تخت بخوابم، دوباره بیدار بشم ببینم بیشتر سود کردم یا نه. اگر دوباره سود کردم دلم خواست میفروشم یا نه سیو میکنم دوباره بازی رو. اگر ضرر کردم بازی رو لود میکنم و از نو شروع میکنم خوابیدن و ببینم سود کردم یا نه. و توی این قسمت هم میبینید که من نزدیک 10% سود کردم. 1 میلیون گذاشتم، توی 5 دقیقه $100,000 به من داد و بعد از نیم ساعت من بیش از $700,000 پول به دست آوردم از این راه. اگر درکش براتون یه مقدار سخت بود، من ویدیوی کاملش رو داخل کانال یوتیوب گذاشتم و مثل همیشه من همیشه این مدل ویدیو درست میکنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و کانال ما رو هم سابسکرایب کن. مرسی.